بهش گفت ببین دکتر بازی کنیم. بعد میگم میفهمی دختر 6 ساله من فلان یه نفر رو دیده که داشته به خودش ور میرفته به خاطر زیر میز چاقو گرفتم. گفت نه گفتی اون برای مثلا النا کاغذ گرفته زده بله. سلام، برعکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم، پولدار بیکار. آقا محمدو اگه ندیدین ببینینش، اسمش هست محمد آمریکایی. محمد آمریکایی ولی تو کانادا. محمد آمریکایی کاناداست. بعد این محمد آمریکایی توی ما پادکست من درست کردم به اسم پادکست طبقه 67 یا پله 67 یا لول 67 هر چیزی که پوینت اینه که بدونی 67 سال بیشتر وقت نداری تا 67 سالت بشه. فکر می‌کنی فهمیدنش آسونه ولی نیست. حالا کاری نداریم. این برنامه راجع به اینه که یاد بگیری فاینانشالت خوب بکنی. اینا هفته یه دونه میدیم بیرون اپیزود و اینا نگاه بکنین. به نظر من این برنامه باعث اگه یه روزی تو زندگی امکان داره تو موفقیت یه درصدی کمک بکنه. حالا چند درصدشو نمیدونی ولی یه کمکی بهت میکنه. پس چیزی که کمک میکنه رو داشته باش. این از این. اپیزود امروز اپیزود قرای خودمه ولی دارم میخواست واسه یه نفر تعریف کنم، چون بعضی موقع‌ها احساس میکنم که من مثلا دیوونه‌ام، احساس میکنم که تو توهم دارم زندگی میکنم، چیزی که داره دوباره اتفاق میفته من اشتباه میبینم. نمیدونم. آقا ما یه نفر رو میشناسیم، باهاش آشنا شدیم، شانسی یک سال هم آشنا شدیم، تایم طولانی نیستش. لول شانسی که موموکو بیرون بود داشت میدوید، یه یارو رو دید، یه بچه رو با بچه بازی کردن، بعد النا تلفن مامای بچه رو گرفت که اینا با هم بازی کنن، ما با هم دیگه مثلا رابطه ملوی انجام دادیم. خب حالا این یه پارتشو داشته باشه. من چیزی که تو این یه سفر رفتم 3-4 روز رفتم پیش همین شخصی که دارم صحبتشون میکنم، 2-3 تا چیز فهمیدم. یکی این که واقعا پول، جا، موقعیت و همه وسایلم فراهم باشه، آدم دهاتی میمونه. آدم دهاتی نسستری دهاتی نمیمونه ها. آدمی که دهاتی میمونه. من یه بار دیگه هم توضیح دادم. میتونی تو فرشته تو پنت هاوس بشینی دهاتی باشی، میتونی توی فلان دهات باشی و یه شخصیتی باشی که مثلا موت به عرض به سر و پای من و خانوادم. متوجهی؟ آدمی که نخواد یاد بگیره، نخواد خودشو پیشرفت بده، نخواد خودشو بزرگتر کنه، همیشه همون آشغالی میمونه که بودی. حالا اگه این آشغال رو دوست داری بمون، ولی اگه با خودت حال نمی‌کنی، احساس می‌کنی، مثلا میگم یارو بلند میشه از دوقوزآباد موو میکنه، کوچ میکنه به تهران، این چون می‌خواسته بهتر باشه زندگیش دیگه ها، یا می‌خواسته پول بیشتر در بیاره، یا می‌خواسته بیشتر بتونه پیشرفت کنه. پس تو دلیلی که میری خودتو بهتر کنی. حالا اگه این یارو از دوقوزآباد بیاد تو تهران، تو فرشه خونه بگیره، درشو ببنده، صبح تا شب تلویزیون نگاه کنه و تخمو بخوره، 10 سالیه این هیچ فرقی نکرده. متوجهی؟ حالا یه یارو هم اگه تو فرشته باشه، با کلاس باشه، بلند شه به دوقوزآباد هر روز تو خیابون دوقوزآباد کنه، 10 تا دیگه میبینی تو خیابون نشسته کفشش هم سوراخه. میدونید فرق آدم باید انجام بده تا به جایی برسه. خلاص من دیدم این سری آدما میان اینجا، همیشه میگم آدما بهتر نمیشه، همون شخصیت‌های ایرانی، همون دهاتی بازی‌ها نگه میدن تو خودشون و خوراک ایرانی اینه که خودش دهاتی باشه، بعد میگه بقیه ایرانی‌ها دهاتی ان. و من وقتی که این فکرو میکنم میگم نکنه منم اونا، یا نکنه منم دارم این فکرو میکنم. برای همین خواستم محمد اینجا باشه. حالا محمد خوبی که داره، محمد خونه من زندگی میکنه و منو میبینه دیگه. یعنی من یه چیزی که بهم گفتش که تو توی دوربین با زندگی من هیچ فرقی نداری. گفتی یا نگفتی؟ آره چند وقت پیش بهت گفتم. زیر میز چاقو گرفتم. گفتی یا نگفتی؟ نه گفتی. اون برای مثلا النا کاغذ گرفته زده بله. بگو. خلاصه میگم نکنه مثلا من هم شخصیتم خودم دارم میگم مثلا، بعد میگم نه بابا به خدا من جوری که مامان بابا ما رو تربیت کردن، چیزی که ما رو گذاشتن، بعد میدونی دید خودت هم مهمه. خود بعضی آدما خودشو، حالا میگم اونی هم که دیوونه است فکر میکنه خودشو میشناسه. خلاص کاری نداریم. آقا رفتیم خونه اینا. خب ببین این حالا من نمیدونم به خاطر معروفیت که مثلا میخواد با من یه حالی به من بده، به خاطر ازش سنم مثلا 10-12 سال کوچیک‌ترم، مثلا من مثلا دوست دارم یه نفر خونه جوون بغلم میشینه حال میکنم ها. خود محمدش میگه من با تو حرف میزنم، با رفیق فابریکام شب به راحتی نمیتونم حرف بزنم، من دوست دارم. خب مثلا اونم حالا نمیدونم دلیلش چیه ولی سعی میکنه به من حال بده. خب ولی خب با مثلا جوکای خیلی لوس، مثلا میگم دیروز پریروز قبل که بریم زنگ زده میگه که داری میای 2 تا از این نارنجی‌ها توش بنزین میریزی. میگه 2 تا از این نارنجی‌ها بردار توش برق بریز بیا. بعد یه رو میخنده. میدونی میگم اوکی دیگه مثلا اینجوریه ها اینو میگیرم. ولی دیگه مثلا به این فکر کرده، بعد خودش گفته عجب جینیسی هم، گوشه برشه به من زنگ زده اینو مثلا تعریف کرده، بعد خودش
چرا یه رو میخنده؟ من باید بخندم، تو چرا داری میخندی؟ تو اصلا نخندیدی. خب نه بعد تو گیر میکنی. آره باله دو تا وقت بیارم. بعد جوک ضعیفه، دلیوری ضعیفه، ریاکشن ضعیفه. فکر کنم کامیدن بره بالا جوک خوش بخنده. تو میگی چه اتفاقی داره میفته؟ دیوانه ای؟ تو کاری که ما رو بخندی، تو باید جدی نگاه کنی. خلاصه من یه سری چیزا رو اعصابم بود، هی زیر سیبیلی رد میکردم. میگفتم خب اوکی دیگه، رابطه همین دیگه، یه سری چیزا رو تو دوست نداری، اون دوست نداره، این حرفا. من خیلی چیل با این طرف رفتار میکردم، داشتم بهش چانس میدادم ببینم داستان چیه این حرفا. بعد شروع کرد به آدم غذاهای غیر عادی میده. خب بعد خب من اوکی، من مثلا میگم من قورباغه خوردم، کوسه خوردم، لاک پشت خوردم، حلزون خوردم، سوسک خوردم، عقرب خوردم، میدونی چیز خاصی نیست. مثلا جیرجیرک خوردم، ملخ خوردم، چیز خاصی نیست. تو میخوری یه مزه‌ای داره و یه حالت تجربه است ها. آره کم اتفاق میفته مثلا بری یه دونه سوشی بخوری بگی بابا خوب بود و ما نمیدونستیم. میدونی آره. تو میخوری میگی اوکی فهمیدم چیه داستانشو، اگه مثلا تو جنگل بودیم میشه روی زندمون اوکی میگیرم. ولی دیگه نه که من حرف تو میخونم میگم آقا سوس خوردی یه گاز بزن. یه بار تجربه شوکه. آره دیگه یک بار بس دیگه. بعد هی غذاهای متفاوت اینا مثلا میگم همین سفر که رفتیم یه دونه جار باز کرده که توش ترافل داره. خب حالا وقتی این جار رو باز کرده توش ترافل داره یه جوری جو و احساس میکنه که مثلا انگار خاویار باز کرده. خب چون ترافل گرونه ولی ترافل تازه گرونه. ترافلی که توی جاره گوه نمیارزه. چرا؟ چون ترافل بوشو بین 1 روز تا 20 روز از دست میده. فهمیدی؟ تو اینو میکنی بعد بخوری. اینه که اینو لاکچری میکنه. سخت پیدا میشه، کم پیدا میشه. وقتی که پیدا شد باید 8 روزه برسونش به دریوسی که حاضر واسش $1000 پول بده. این داستان اینو گرون میکنه. وقتی نمیتونن اینو برمی میکنن توی روغن زیتون چیزی میریزن، لهش میکنن توی قالب میفروشن به عنوان که مثلا ترافل، ولی نیست واقعا. ولی قیمتی هم نداره، یعنی اصلا قیمتش خیلی ارزونه. مثلا شما $30 $1000 میشه $30، ولی دلیلش اینه که چون اصلا $30 نمیارزه ها دیگه، بین رفته دیگه. این موضوع یک. موضوع دو، ترافل اگه کسی خورده میدونه وحشی، مثلا انگار که 10,000 تا قارچ رو بکنن توی یه قارچی که داره از قارچی منفجر میشه. واسه همین تو قارچ دوست نداری حالت به هم میخوره. خب تو کسی که هستی ترافل میخوری و اینو بفهمی که درسته من عاشق اینم $1000 هم هست، ولی یکی قارچ که لول 1 دوست نداره نمیتونه لول 1000 دوست داشته باشه. تا قارچ رو بخوری خوشت بیاد، بعد قارچ زیاد بخوری، بعد قارچای بودار بخوری، بعد یه قطره اویلش رو بخوری، بعد نمکش رو بخوری، بعد برسی به این قارچ. مثلا میریم بهت میگن روز اول فراری میگه اگه فراری قبلا نجیب نمیفروشیم، همین همچین حالتیه. تو اگه نداری نمیتونی، خوشت نمیتونه بیاد. خب پس تو اینو باید بفهمی. اینم شماره 2. در وارد شدیم یه نون توست میاد جلوی من، توشم یه قاشق این گذاشته، یعنی اومده بالا 1 سانتی متر. تو اگه بخوای اینجوری بدی بعد یه خورده لایه بمونی که بو مثلا فکر کنم نون سیر بگیری روش 7 تا سیر باشه. میگی تو حالا یه بار دیدی یه رستوران کار نمیکنه دیگه، پس این غیر عادیه. تو باید یه لایه روی بمونی که مزه سیر باشه و تو نون. تو وقتی میبینی یارو اینجوری تاپال انداخته روی این، نمیفهمی که یارو این کاره نی، یا مثلا میخواد بگه ما پول داریم. اگه میخواد بگه پول داری 1000 رو میکنی، نه با $30 بگی زیاد بزن. میفهمی چی میگم؟ حالا اینو میزنه میده به من میخورم، چون مزهش که میگم خوب نیست، چون در واقع تو روغن مونده و این حرفا، یه چیز دیگه اصلا ترافل نیستش، یه مزه غیر عادی داره. منم جو بودم اوکی. من اینو قبلا یه بار خریده بودم چند سال پیش وقتی می‌خواستم به ترافل برسم، دیدم نیست، دزدیه، فقط واسه آدمای احمقه. این درس من 10 سال پیش تو 30 سالگی یاد گرفتم. همینم به خانم من میده، به النا متنفره از قارچ، یعنی رو پیتزا قارچ باشه میگه نمیخوام، اینجوری بعدش میاد. بعد خودش بالا می آورد، بعد نیورد و به زور خورد از این حرفا. من تو فکر بود که این یارو بابا اصلا نمیفهمه، علاقه داره به مردم چیز میز بده، ولی اصلا تو نمیفهمی که خب چیز داری میدی که طرف دوست نداره، خب نباید شاف کنی تو دهنش. اگه میخوای بدی باید یه لایه نازک بدی، بگی یه گاز بزن ببین میتونی تحمل کنی، اگه چی برو ببین چیه. یه جوری میده که مثلا مطمئنه تو دوست داری. خب بعد دوباره میگم چون ایرانی میانگینه میخواد حال بده، کله پاچه واسه درست میکنه. یعنی کسی که میاد تو کانادا کله پاچه میخوره هنوز لول دهاتی ایرانی تو اصلا دست ندادی. این فکته. منم عاشق دل و جگر بودم. من کله پاچه رو تو ایرانم دهاتی میفهمیدم. یعنی من تو ایران که بودم میخوردم این آدم مثلا نمیتونه اینو بخوره بگه به به. تو بعد یه واقعا دیگه چه لولی توش که برسی به اینو بخوری بعد دیگه بهش عادت کنی. حالا به بی احترامی میفهمم، ولی طرف منو یه دقیقه نگاه کنین. من روز اول که دیدم گفتم این لازم نیست آدمی که موقعیت داره مثلا میگم سوسیس بخوره، اونم یه آشغال تازه. سوسیس واسه چی باید بیاد اینو بخوره؟ کسی که میخورن میگن تو نمیفهمی، خوشمزه‌ترین غذای کره زمینه. میفهمم که نمیفهمم، ولی کسی که میاد کانادا و هر روز داره کله پاچه میزنه
تو از این کشور که جدید اومدی بهش موو نکردی. خب تو این هنوز این یاد نگرفتی بیای، تو همون اصالتتو نگه داشتی. برای همینم نمیتونی کامل بهتر، نه که بهتر بشی، تو جایی که هستی فیت بکنی. اگه یه دونه نقاشی همه نقاشی زرده بعد تو بری توش قهوه‌ای، تو همیشه تابلو مثلا قهوه‌ای چیز خوبی نیست، شبیه میشه. اگه کسی داره میگه اوه خاص بودن خوبه، نه ما در خاص بودن صحبت نمی‌کنیم. اگه تو می‌خوای تو نقاشی بعد خودتو از نقاشی قهوه‌ای فرق کنی، می‌خوای نقاشی زرده بعد خودتو زرد کنی تا حداقل بری نارنجی، کمترین نزدیکترین فاصله. من به نظرم منطقی که کشور می‌خواد بره عوض کنه بعد یاد بگیره کالچرشو دیگه. آره 100%. چون بعد منزوی میشی. اینم تو اون لولی که کله پاچه میزنه واسه دامت میگم. یعنی واسه منم تو همین سفرم کله پاچه درست کردم. آقا من کله پاچه نمی‌خوام، مثلا یک قرار من نمی‌فهمی، یعنی اصلا هیچ چیز از من نمیدونی، سوالا میپرسی، هی داری بدتر و بدتر هم میشی. مثلا فردا چی باید بکنیم؟ خون خوش شده مثلا خوک با آب قط حل بزنیم، شربت قرمز بزنیم. میدونی چرا؟ چون پول داریم مثلا. چون پول داریم و بی کلاس. خلاصه آقا شب بعدی شد گفت میخوام برات اختاپوس درست کنم. گفتیم اون که اختاپوس درست کن. حالا اختاپوس غذایی نیست که تو بخوری بگی به به چه غذاییه. شاید یکی بخوره خوشش بیاد، میفهمم با دوباره 1% 2% آدم‌ها خاص باشن، ولی غذایی نیستش که تو اگه توی مهمونی بذاری یهو دفعه اول تو میتونی مطمئن باشی که 90% میگن ما خوشمون نیومد. یعنی تازه نمیگن نمیخوریم، میگم خوردن، حاضرن امتحانش کنن، میگن خوشمون نیومد. ولی قول میدم خیلی اصلا حاضرن امتحانش کنن. اختاپوس تو کجا میخوری؟ یه سالاد برات آوردن، 3 تا پیس همینو نازک بریدن گذاشتن اون بغلش، هم بنفشه و سفید و خوشگله. تو هم با ساتونی یه دونه برمی اینو میذاری تو دهنت، زیر سیبیلی ردش میکنی. تقریبا میشه گفت اختاپوس اینجوری میخورن. یه اختاپوس کاملو میندازه تو قابلمه با آب، میذاره 1.5 ساعت میجوشه. خب آره استوریشو دیدم. بعد از 1.5 ساعت یه بطری شرابو میریزه این تو با روغن زیتون. بعد تو مغزش فکر میکنه ماجیک داره میکنه. من تو یعنی من اشتباه دارم فکر میکنم، یه به نظر من این دیگه آسون ترین کاریه که هر کسی، یعنی بچه 7 ساله میتونه این کارو بکنه. نه تایمینگ لازم داره، نه درجه رو داری تست میکنی، نه آتیش داری استفاده میکنی، آب جوش. بعد که آبش کم شد یه دونه بطری کامل شراب بریزیش توش. اوکی درست کرده گذاشت و خودت که خوردیم. همون اختاپوسی بود که بهت میگم، چیزی که میشه تحملش کرد ولی نمیخوای بخوریش. هر روز نمیخوری دیگه، دوست نداری دیگه، اصلا نمیخوای هیچ وقت بخوری. هیچ وقت نمیخوری. میگم توی رستوران هم میارن توی سالاده میگی کاش آشغالو نریخته بود. حداقل من اینطوریم. حالا شاید میگم کسی خوشش بیاد ولی من تا حالا ندیدم کسی بریم تو چیز بگی آقا اختاپوس دارین. یک بار تو 25 سالی که تو یک دونه رستوران که رفتیم تو اختاپوس هم سرو میکنن تو حمام سوشی پلیس ها. یک بار ندیدم یکی سفارش بده، حتی خارجی. نه دیگه غیر عادیه دیگه، خیلی غیر عادیه، خیلی مثل کله پاچه خودمون تقریبا میشه گفت هستش تقریبا دیگه. ما خورده خوردیم و دیگه تو از ریاکشن ما و دو تا لازم تو میفهمی ما دوست نداریم دیگه. فردا صبح شده بلند شدیم میخوایم بریم. حالا من داستان اصلی براتون تعریف نکردم که قره اصلی رو ببخشید زیاد زر زدم، من همه رو بشنوید، واقعا باید بشنوید. وقتی بهتون میگم میفهمیم که چرا من اینجا تا تازه عصبیام. حالا روز آخره من عصبی ام، یعنی خیلی عصبانی ام. بعد بلند شده صبح این اختاپوس رو از یخچال در آورده توی ژله، الان توی ژله قرمز رنگ اختاپوس هم توشه. یه قاشق زده تو این ژله، میگه ببین حالا غذای اصلی اینه. اونی که ما دیشب خوردیم الکی بود، این شده غذا. و من تو فکرم دارم میگم که این یارو چرا انقدر میگه؟ یعنی چطوری میتونه اون چیزی که بوده و شبیه ان بوده دیشب بعد مزه بوده، هیچ کاری هم توش نکردی، فقط روغن زیتون و آب اختاپوس با روغن زیتون، این چجوری میتونه این کاملش خوشمزه باشه؟ دیگه بهترین حالت مزه اختاپوس میده دیگه. من که دوست ندارم. خب نه نمیخوام امتحان کنم. اصرار میگم آقا نمیخوام امتحان کنم. ها روز قبل یه دونه کدو به من داده، یه بادمجون به من داده، یه کدو، یه ساینا بریده، نمک زده، گوشه خوابیده یه جای ساعت نمیدونم، بعد گوشه اینو کرده اونو کرده، بعد برده گریلش کرده. خوردم تلخ به معده‌ام بدمزه شده بود، در لولی که 20 تا پاستیل خوردم، 2-3 تا شکلات خوردم، هنوز دهنم تلخ بود. بعد میگم آقا چرا نمیری؟ چی تو زندگی تو خوری انقدر تلخ باشه اینجوری بچسبه؟ بعد تو فکر این بود که من میگفت تو بچانسی آوردی. میگم خیلی خب من یه قراردادی به مهمونام بدم که از 1 از 10 امکان داره که ان بخوره، بهشون میگم یه گاز بزنین امتحان کنین، اگه ان نبود بعد بزنین. خلاص آقا من اینو خوردم، دهنم بدمزه شده بود، مزه تلخی میداد اینا. دیروزم از این دوباره غذایی دوباره برای بار سوم دوباره رفتم ها. حالا داره میگه بیا این ژله قرمز رنگی که از بغل اختاپوس کنده شده مثلا حال به همخوری داری توش میبینی، میگه امتحان کن این غذا اصلیه. گفتم نمیخوام. 3-4 بار گفتم نمیخوام. گفت این داستان چیزی شنیدی؟ زهرا خوشگله، بعد یه دختر زشت میآوردن میرقصید بهش گفتن زهرا خوشگله. حالا دیدم بعد آهنگ سوئیل خوشگله رو واسه تو بخونیم. اوه یعنی تازه چیز ناراحت شدی؟ آره تازه ناراحتم شد.
نخوردی. بعد بهش میگم که ببین، و بغلش همون ظرف کله پاچه موندم بود که دوباره تو یخچال بود و سفت شده بود. گفت اگه من یه قاشق الان بزنم تو این روغن کله پاچه بهت بگم بخور میخوری؟ گفت نه من اونو نمیخورم. تو داری همونو به من آفر میکنی. کباب برگ که به من ندی من میگم امتحان نمیکنم، استیک که من ندی من میگم امتحان نمیکنم. داری یه چیزی که میدی من 99% مطمئنم آشغاله. 5 چیز قبلی هم که دادی گفتی خوبه همشون آشغال بود. یعنی یعنی کردیت نداری اصلا. گذشته به من نشون داده که تو میگی اینم تابلو چیش خوب میخواد باشه، شراب یخ زده، روغن زیتون یخ زده، آب اختاپوس یخ زده، کدومش میخواد خوشمزه باشه؟ میفهمید اصلا. بعد میگم عجب آدم که یارو دهن ما رو بعد باز داره میگه. بعد اینو بهش گفتم تو از این آشغالو بخوری. گفتم پس ببین چرت و پرت نگو، چیزی که تو داری میدی معلومه کسی نباید خوشش بیاد بخوره. زنش هم نمیخوره ها، یعنی هم داشته باش. فقط خودش میخوره، یعنی فقط خود، یعنی تو توهم گیر کرده یارو یه جوری فقط دنیا رو اینجا میبینه. تازه خودش هم شاید جلوی تو مثلا فیلم بازی کرده. دهنشو داره با مسواک دیشب میشوره. حالا قول اصلی رو براتون بگم، خاک بر سرم. آقا اینا یه دختر دارن، این تیشرت رو من برای اون پوشیدم مثلا که بتونه بخونه بفهمه. ببین من تو زندگیم از بچه بدم نیومده بود. خب انقدر از این بچه بدم اومده اصلا نمیتونم باور کنم یه همچین آشغالی وجود داره و مادر پدرش رو نمیبینن. حالا من حرفم بهت میگم، تو به من بگو من دیوونم یا نه. من فقط تو کار تو به من بگو من دیوونم یا نه. آقا اینا دخترشون یه آدم سایکوپت مریض بد اخلاق لوس تا حالا ننشینده، اصلا واقعا آشغال، یعنی هر جوری که تو فکر کنی آدم بده. من اینو روی این حساب موموکو رو میبردم پیشش به خاطر اینکه میگفتم بذار موموکو بعدی هم ببینه بفهمه بعدی هم وجود داره. خب یعنی واقعا روی این حساب فقط میبردمش. اولا ببینید من چه اشتباهی کردم و از اینجام گذشت شدم نگذشت شدم تیر خوردم. خب متوجه میشید. این خب بچه 8 سالشه، موموکو 6 سالشه. این هی موموکو رو اذیت میکرد. مثلا میگفت تو زشتی، من تو متنفرم، تو دوست من نیستی، چیزای اینجوری بهش میگو. من موقع هم بچه 6 سالشه به دل میگرفت، گریه میکرد، میگم بابا مثلا این با من بد اخلاقه، عصبش من نمیده، به من میگه تو آدم گوی هستی. این مامان بابا اینو میدیدن هی این میفته. یه بار بلند شدم به بچه‌شون میگن که آقا مگه مریضی بچه کوچیک رو انقدر اذیت میکنی؟ مگه سایکوپاتی چه اینجوری میکنی؟ هیچی. من هیچ وقت بخوام اجازه نمیدم به کسی بگم با بچه‌ت چیکار بکن، به خاطر اینکه اگه میفهمید که میفهمید، پس وقتی نمیکنه نشون میده که نمیفهمه. با حرف منم قرار نیست بفهمه. با حرف من فقط فکر میکنه من آدمیم که جاجمنتالم، قضاوت میکنم، آدم بدیم. مثلا من سکوت میکنم. النا چون جوان‌تر و بی تجربه است نتونست خوشو بگه. یه جا به دختره گفتش که تو انقدر چقدر بد با مامان بابات صحبت میکنی. اگه بچه‌م وقت با من اینجوری صحبت میکردن من خیلی ناراحت میشدم. بعد گفت وا مدرش بود که مثلا تو مامان بابای من نیستی. خوب شد که اصلا تو نیستی، مثلا اینجوری کلا آدم بچه‌ای بیشوریه. حالا من کاری ندارم، گفتم آقا بچه‌شون لوس بازی می‌کنن، به ما چه، خودشون هر کاری می‌خوام بکنن. فکر کن شب ساعت مثلا شب رسیدیم، هر 5 دقیقه موموکو اومده بیرون در حال ناله. این به من گفت این، اسم بچه‌م با ام شروع میشه دیگه، میگم ام. ام به من گفت این، ام به من گفت اون، ام به من گفت این. خب منم هم میگم نه اوکیه نکن. بعد مثلا هر 10 بار یه بار ام میاد بیرون میگه که موموکو به من گفت فلان. من بلند میشم میرم به موموکو میگم موموکو نه تو نباید حرف بزنی، چرا این حرفو زدی، معذرت خواهی کن، قشنگ نشون میدم. بعد 10 بار دیگه دوباره اون پتیاره دختر میاد بیرون میگه، یعنی موموکو میاد میگه پتیاره به من گفتش این، پتیاره به من گفت اون. این مامان بابا داره این شطور نشسته اونجا گوی نمیخورن. خب من بازم میگم خب اوکی، اومدن مسافرت نمیخوام با بچه‌شون دیل کنم، من آپشن دارم بچه‌ام بکشم بیرون بگم آقا نرو دیگه بچه اینا رو ببین. اینا با این موضوع اوکی ان. من اگه اوکی نیستم من مشکل دارم، به اونا ربطی نداره، با اینم دارم من دیل میکنم. بعد میگذره روز اول تمام میشه، میخوایم فردا صبح دوباره تمام روز همین جوریه، ساعت دور 9 شبه، من نمیدونم دقیقاً چنده، یهو موموکو میاد بیرون میگه که آره این دختر ام منو برده توی وبسایتی که توش چت میتونی بکنی با آدمای غریبه و یه آدمه، اون دخترم ام اومده پشت موموکو هی داره میگه نه این نشد، الکی میگه، دروغ میگه، هی داره گسلایت میکنه. بعد میگم که بعد موموکو میگه یارو یه پسره اومد یه چوب داشت اینجاش، بعد داشت چوبشو اینطوری میکرد. بعد این دختره هرزه به من گفته که باید
باسن جلومو نشون بدم. اوه در این حد. بعد من به مامان باباش میگم که یو این اتفاق داره میفته. میگن نه این یه اپ بوده، یه دختره 12 ساله به این یه بار نشون داده، ما پاکش کردیم. الان شد؟ میگم الان شده. میگه نه حتما تعریف کرده براش. بلند شدم تلفن رو آوردم نگاه میکنم میبینم همچین اپی نیست. میگن نگاه کن اپ وجود نداره. میرم تو اپ استور میبینم سرچش اسم اون اپ است. اوه یعنی تازه چیز بوده، پتیاره پاک کرده تو همون لحظه. آره. بعد بهش میگم که اینها این چرا اینجاست. بعد اسم اپ مینی چت دنبال مینی چت بود. یعنی بالا نوشته مینی چت، سرچ هم شده اولین چیزم مینی چته. بعد میگه که بعد آخره میگه که نه قلبم داره یه جوری میزنم باور نمیشه انقدر ناراحتم. دختره میگه که نه این من دنبال مینی رابیت بودم، این اشتباهی اومد، بعد دیگه من روش کلیک کردم اشتباهی. بعد مامان بابا با این راضی شدن. گفتم اوکی، تلفن دادم بهش دوباره. بعد تلفن گرفتم میگم چرا میدیم بهش، مگه نمیفهمین الان چی شده؟ میگه نه بابا چیز نشده، دنبال مینی رابیت بوده، اشتباهی روش کلیک کرده. میگم آها اونجوری که اگه در خونه گفتم آها اونجوری که در خونه تو باز کنی ببینی یه دختر خوابیده پاهاش باز شوهر داره میکنه توش، میگی او احتمالاً شوهرم سر خورده شربش در مورد فلان شب تو فلان زنه. بعد هیچی جواب نش بده. گفتم این لول احمقی من فکر کنم مثلا بچه‌شون مثلا گاو اصلا نمیفهمن. بعد بهش میگم که میگه نه نمیشه، من اینو پاک کردم بلاکش کردم. آخه اپل تو نمیتونی چیزی رو بلاک کنی. اپو نمیتونی بلاک کنی. تو میتونی بری توی تایم منیجمنت تایمش رو لیمیتد کنی. بلاک نداریم. چی چرت و پرت میگی؟ گرفتم ازش میگه ناکن پاک کردم. میگم اولاق وقتی یه چیزی رو با دانلود کردی دوباره میتونی دانلود کنی. میگه خب پسورد میخواد. میگم نمیخواد. بعد میزنم دانلود میشه، میره باز میکنم براش. میگم اینها. بعد میگه که خب لاگین که نیست. بعد دوباره تلفن رو میگیرم میرم تو ستینگ، این پایینش یه دکمه داره میزنی همونجا روشن شد. گفتم بیا روشن شد. یکم اومد سیاه‌پوست ما رو دید، یه بای باش کردم قطع کردم. گفتم بیا بس شدیم. لاگینش هم سیو بود تو رفتی؟ نه اصلا سیو نیست، لاگین نمیخواد. هر کسی بده میتونه اینستا وصل شه. آپشن داری به لاگین بزنی. اصلا لاگین نمیخواد. آره. بعد اگه بگی یکی از اینا با دختره حرف زد، هیچ تلفن دادن دوباره بهش. بعد میگم میفهمی دختر 6 ساله من فلان یه نفر رو دیده که داشته به خودش ور میرفته به خاطر که شما دارین بزرگ میکنین. بعد موموکه که میاد بیرون میگه این منو اذیت میکنه، میگم وای موموکه خیلی قور میزنی. گفتم مادر تو اگه میبینی دختر من قور میزنه چرا یه بار به بچه نمیگی خفه شو؟ چرا باید نمیشه میگی بچه 6 ساله رو اذیت نکن؟ اگه اونو خفه میشی اینو دیگه باید حتما خفه شی. نمیتونی اونو خفه شی بگی بچه من گله، بچه شما انه، وقتی بچه تو انه تو این لول تو 8 سالگی میخواد باشه. یعنی اصلا باورم نمیشد داشتم چیزی که اکسپریانس میکردم. بعد حالا همه اینا بمونه، داستان تو هست که خونه منی آره اومده واسه من همین مرده حالا تعریف داره میکنه. ببینید جفتشون ایکوالی احمقن، میفهمی؟ مرده اومده واسه من تعریف میکنه، میگه که آره یه پسره رو فلان کسمون فرستاد آوردیم کانادا، خیلی بچه مثلا خوبی و شفت رسته‌شون هم چی براش یه خونه پیدا کردم بهتون خونه زندگی کنه که مثلا فکر کنم میفرستمش خونه تو. میومد بیرون بعد بالا میشه شرباشو میکشید پایین رو زانوش میگفت اینطوری راه میره. من مثلا نمیفهمم منظورش چیه. بعد بهش گفتم چه میگه؟ من مسئولیت کسی رو قبول نمیکنم. باشه اگه من قبول کنم مسئولیتو، من حتما دکتر تحویل جامعه میدم چون مسئولیت قبول کردم. سوماً الان مقایسه بچه‌هامون واقعا تو فکر می‌کنی تو بچه بلدی تربیت کنی؟ بچه‌ای که داره جیغ میزنه تو به تو میگه خفه شو، میگه بابا تو چاقی، تو دیگه به درد نمیخوری، اینجوری حرف میزنه. به مامانش میگه مثلا حالم ازت به هم اصلا بی تربیت، بی شور، عقده‌ای، نامرد، بدجنس. اصلا نمیتونی تو باور کنی یه بچه 8 ساله چقدر میتونه آشغال باشه. یعنی تو زندگیم یه آشغال به این وحشتناکی ندیده بودم. بعد فکر کنم من بچه‌مو دارم گوشتم داره زجر میکشه جلوی این آشغال گوشت، بعد اینا دارن به من میگن که بچت به تو قور میزنه به جای که بچه هم به بچه من قور میزنن، هم یه داستان تعریف میکنن که اگه یکی میفرستیم خونه تو میریدی تو یارو. میگن دود من صدها هزار نفر میان کامنت میذارن که مرسی داریم تو یاد میگیریم، تو خونه منم نیستن.
چه جوری تو این زرار داری میزنی؟ از کجا در میاری؟ یعنی نشون میده که یارو منو نمیشناسه. آره. هیچ نوع ریسرچ هم راجع من نکرده. خب من دارم تو رو بشناسم، اطلاعاتی راجع بهت آنلاین نیست، نمیتونم باید حدس بزنم، قبول. ولی اگه تو یادم هستی که ازت ویدیو هست و من علاقه دارم بفهمم توی حمال کی هستی، دیگه اگه من مادر فلان نمیرم 2 تا ویدیوتو بگیرم که تو چی زر میزنی، راجع به چی فکر میکنی، میخورم بیام تو رو قضاوت کنم. قضاوت بعد وسط حرفت قضاوت منفی، یعنی یه چیزی که مثلا وقتی داری بچه‌تو میبینی که بچه تو مشکل داره، بچه تو رو من قضاوت نمیکنم. آره. تا امروز آره. با دلیل و دارم توضیح میدم که چرا. تو میتونستی قضاوت مثبت بکنی، بگی مثلا سهیل آدم باحالیه، ولی تو اومدی برعکس گفتی نه اصلا سهیل آدم داغون، اگه طرف میگه تو پیش تو زندگی کنه پدر مادر بدی هستی. وقتی که بچهش میتونه توی دانشگاه درس بدن که اگه مام بابا باشی چه گوهی میتونی تحویل جامعه بدی. چون میگم اگه مثلا من بچهش 5 ساله بیاد خونه من، 5 ساله تا 1 سال فرق داره ماماکا، بذار بگیم 4 که مردم بیشتر بفهمن. اگه بچه 4 ساله بیاد خونه، بچه 4 ساله دیگه یه خر نمیفهمه، ماماکا میتونه مثلا بهش وایتکس بده بخوره و بچه بمیره و بچه بیاد بیرون بگه ماماکا منو هولا، بعد دوباره بیاد بیرون بگه ماماکا به من گفتش من زشتم. من بالا میشم میگم ماماکا دیوانه ای، این مهمون ما باید احترام بذاریم بهش، حتی اگه این زشت بود، حتی اگه تو یه خاصه احمقانه هم تو زنده بود نباید به یارو بگی. یه حرف خیلی قشنگی یاد گرفتم جدیدا، میگه اگه یه چیزی به کسی میگی تو 30 ثانیه نمیتونه عوضش کنه نگو. میگه به یارو بگی چاقی، یارو نمیتونه تو 30 ثانیه چاقش رو عوض کنه. اگه به یارو بگی کچری، یارو نمیتونه. قرو نزن، این قوریه که فقط داری میزنی. خیلی حرف قشنگی بود. خب در واقع اینو میگم به ماماکا، میگم آقا اگه 30 ثانیه نمیگی قور نزن، تازه 30 ثانیه بعد قورم نزن، مهمونه یارو. دفعه سوم ماماکا رو آیپدش رو ریموو میکنم، میگم نتونه تو میگی چون آدم آشغالی بودی، و ماماکا میفهمه کار بد کرده دیگه نمیکنه. اینا هیچی به این یارو نمیگفتن، هیچی. بعد میومد بیرون مثلا دادم میزنه، میگم من بستنی میخوام، میگفتم اوکی، مثلا میرم بستنی میخرم میاد خونه، بستنی که تو خونم نبود. اصلا داشتم میگم واو چقدر یه آدم میتونه آشغال باشه. بعد اینا هی میپاچیدن به دوربر بچه‌شون، انگار مثلا یه گل ببرن آوردن میریدن به بچه‌های من. بعد بچه‌های من واقعا آدمای حسابی راجبشون حرف زدن، یعنی ویدیوهاش هست، اگه ادیتور حوصله داره بره اینا رو پیدا کنه. کینگ رام میگه، نمیدونم اون یکی پی اچ دی دکتر گوگل میگه، دوباره پی اچ دی شهاب میگه، یعنی آدمای خفن که دکترا دارن. یارو که پی اچ دی داره خودش حرفی خودشه، گفت من سالی 500 تا بچه رو تربیت میکنم. گفت من تو این لول دارم توپ میزنم و من دارم به تو میگم لولی که تو داری تربیت میکنی، من پشمام ریخته که تو اینو از یه جا یاد نگرفتی، اینو بعد تو دانشگاه درس بدن. اینو اگه تو به من میگفتی من عشق میکردم. چه به کسی که شروع کنه بگه که آقا جون من دکترا دارم و سالی 500 نفر بچه دارم و دارم به تو میگم واو من اینا رو دارم پشت ذهنم. بعد این مرتیکه دو قرونی داره به من میگه تو اگه بابا میشدی بابای بدی میشدی، اگه بچه میمونی خونه تو گوه تحویل جامعه میدادی. تو خودت اومدی اینجا خوش میگی 20 سالگی اومدم اینجا، الان 50 سالشه، 30 ساله هنوز نتونسته کله پاچه رو بذاری کنار. اون دهاتی بودنشو دارم میگم. تو اون لولی که تو فکر می‌کنی مهمون دعوت کنی، زنش هم ایرانی نیست، چی براشون درست کنیم بهشون خوش بگذره، کله پاچه. آره رو محبت هم این بیاد بالا، نشون میده که تو دوستی خاله خرسته ای، تو دهاتی هنوز نمیفهمی شعور یعنی چی. من تو این 3 روز به جون تو فقط سوسیس خوردم، چون میدونستم دفعه پیشم این کارو کرد با ما. قبل از اینکه برام رفتم سوپر ایرانی 2 کیلو سوسیس خریدم. 2 کیلو سوسیس تو میدونی خیلیه. 2 تا کیسه انقدی سوسیس گرفته بودم، همش سوسیسا تو سیخ بود، تو آتیش سوسیس رو گاز بود. 3 روز سوسیس خوردم اومدم. گشنگی کشیدین دیگه درست. گشنگی نکشیدم، رفع کاری که دارم میگم الانم شکلات آورده بود، اذیت شد. بین شکلات و چیز بودم. تو میخوای کله پاچه بیاری یه دونه مثلا میدونی یه تخم مرغ هم بذار. آره کلا بیخیال بوده، یعنی داشمون. نه اگه میگفتم میذاشتی که منم الان خود دارم میارم عصبانیام، دارم زر زیادم میزنم، ولی واقعا کم دارم زر میزنم. اونجا که داشتم راجعش صحبت میکردم همش 100% این اتفاقی که افتاده. یعنی فکر کن بچه‌ت یه بچه 2 سال کوچیک‌تر از خودشو هر 5 دقیقه برای 3 روز اذیت کنه و تو شعورت این باشه که این بچه 6 ساله چیزه رو اعصابه. آره. بعد منم
روز آخر می‌خواستم فرار کنم، من خیلی ریلکسش جمع می‌کردن و اینا. من سری یه جارو زدم و بلم گفتم تو روی میزا رو دستام می‌کش. منم جارو زدم، خونه تمیز شد. گفتم آقا که ما بریم که بیشون نباشیم، فقط ما بریم. بعد در خونش قفل داره، در قفل رو باز نمی‌کنه، قفل رو به ما نمیگه کدش چیه. خب من گیش نمیتونم برم بیرون. بعد یکی دوبار بهش گفتم بعد یه جا دیگه دوباره دخترش موموکو رو اذیت کرد. گفتم که آقا من دیگه حوصله قورای موموکو رو ندارم. موموکو رو بهونه کردم، گفتم درو بکنم میخوام برم. گفت در چیو بکنم؟ گفتم در جلو که کد داره من نمیدونم چیه. گفت خب کدشو بهت میدم. گفتم خب بده دیگه، از صبح 3 ساکم وایسام در واسه 2 ساعت و نیم گوچ فکر کنم واسه چی واسه چند نمیشم در که چی. بعد آخر دفعه قبلم گفت با هم بریم. اینا الان کسی داره میگه که خب تو چه آدم عنی هستی رفتی خونه یارو نمیخوام با هم ماشین بگردیم. بعدش با هم رفتیم. من چون بیشور نیستم و 2 تا بچه دارم، وقتی رانندگی میکنم راه بازم 100 کیلومتر میرم. با اینکه جاده‌ام حتی میگه 110، من 100 میرم. بین 100 تا 115 بالا پایین میشه. بعد ما حواسمون میره 115 سریع میامش پایین. این از اون اول 140 میده. اوه مثلا دو اینجوری 140 داره میره که مثلا خب میگه من باحالم. بعد میگم دادا من اولا مثلا این جذاب نیست، من این کار نمیکنم. آره. وقتی 2 نفر با هم میرن تو مسافرت، تو همیشه به ساز کسی که از همه آروم‌تر میره با ساز بزنی، یا میگی ما با هم نمیتونیم بریم. آره. نمیتونی یه بار با هم بری، بعد ببینی که من 140 میخوام برم، این میخواد 100 بره، بذار دوباره نگرش دارم 400 بشینه مثل بعد من گاز بدم برسم خونه بهش 20 دقیقه زدم من خونم تا کجایی؟ تو هنوز 20 دقیقه موندی. از درست میدونی مثلا یارو سایک دیوونه است. این بچه 5 سالگی کرده، عقده‌های 12 سالگیشو داره چیز میکنه. و هی میاد مثلا به من چیز نشون میده، من ببین جنس وارد کردم، بعد نشون نمیده چقدر پول داده، نشون نمیده چقدر پول، فقط شرواره نشون میده که واسه یه آدمی که باحاله. من تو بیزنس بودم میفهمم چی جانسن چیه. من کانتینر آوردم. خب آقا کانتینر توش یه دونه ATV بذاری واسه $1000 پر میشه. خب یه کانتینر ولی $1000 خسته نباشیم. من کانتینر $200 می آوردم. میچینم بهت میگم کانتینر چه؟ یعنی مموری کارت میونم، یه باکسی که تو دست جا میشه $40000 یه باکس. اگه یه چمدون میآوردی مثلا میشه $200,000. کانتینرش مثلا میشه $12 میلیون. ولی کاری نداریم. آره خب دمت گرم بکن. ولی میدونی انگار یه عقده داره، همش میخواد بگه هر چند وقتش میگه من عقده‌ام. محمد این میکروفون من میکروفون تو بالاتر نکن. خودت جواب دادم نمیخوای واسه تو اتیم بشنوی. میفهمم خیلی خفنی. حالا همچین شخصیتی داره. بعد دخترش هم دارن دقیقاً همین جوری بار میارن. یعنی مثلا رفتیم خونه اون دیگه، تمام اسباب بازیاش اونجاست. بعد مامکو یه دونه عروسک برداشت که بیشتر بوده، اومده گریه که من یه عروسک میخوام. این دفعه پیش اینجوری بود. چون معمولا بچه آینه ماما باشه. آره 100%. بعد حالا مامکو اومده داره میگه که آقا این کارو کرده. خب و اونجا واسطه میگه که نه مامکو دروغ میگه، مامکو اشتباه میکنه، اشتباه فهمیده این حرفا. بعد مامکو هم بچه‌س نمیفهمه، داره گریه میکنه من دروغ نمیگم، من به خدا راست میگم. من میگم که مامکو من میدونم اشکال نداره. بعد چون اون که بچه احمق هنوز حسش نمیفهمه فکر میکنه من طرف اونو میگیرم، میگه آره مامکو ایتس اوکی. همه میستیک میکنن، حتی بابای من، حتی بابای تو، همه میستیک میکنن. اوکی تو هم میستیک کردی، فکر کردی چیزی دیدی که ندیدی. یعنی واقعا افیو یعنی خودتو، زنتو، دخترتو، همتون رو واقعا ریدم تو. من حالا به من بگو من آدم بدی ام که دارم راجع به آدم سعی کنم تو یک سال گذشته باشه آشنا شدم و فهمیدم آدم گوهیه یا نه. اینو من میخوام واقعا منو جاج کنی، قضاوتم کن، عوضی باش، خالص سمیه باش. نه ببین مثلا راجع به بچه‌ش که راست میگی. من مثلا گفتم مثالای دیگه شو دیدم، وقتی بچه طرف خودش مثلا یه اشتباهی میکنه، طرف باز میره بچه خودش رو دعوا میکنه. دیدی مثلا وقتی دو تا یه سیچویشنی که بچه توئه، بچه اونم هست، وقتی میدونه یعنی مطمئنه که بچه خودش اشتباه کرده، طرف باز میره بچه خودش رو دعوا میکنه. وقتی مطمئنه اون یکی اشتباه کرده منظورته؟ وقتی اون یکی اشتباه کرده میره بچه خودش رو دعوا میکنه که هنوز آدم شه یا نه؟ نه دیگه، بازم در صورتی که میدونه مثلا بچه نه آره ببخشید برعکس میگم، وقتی میدونه که بچه تو اشتباه کرده باز میره بچه خودش رو دعوا میکنه که بچه تو مثلا چیز نشه، حس بدی بهش دست نده، نگه مثلا حالا اینا میدونی باز کیر میکنه. ولی اینجوری نشینه بودم که دیگه مثلا بیاد آقا طرف بگه آقا بچه تو به بچه تو غر بزنه، بگه آقا مثلا مامو تو ساکت مثلا تو غر میزنی. بعد مثلا مثل میمونه که مثلا تو بچه داشته باشی، بعد موموکو بیاد با چوب 10 بار بکوبه تو صورت تو. خب این جاهای چوبا رو صورت تو هست هنوز. بعد بچه تو بیاد سوال بخوره، بعد این دستشو بگیره به من بره، بعد بگم که محمد میخوای این حیوانو مثل آدم تربیت کنی؟ شونم در اومد، خاک بر سرت. خب نمیتونی بچه داشتی، بچه دار نشو. بعد مثلا واسه میگی خطا رو نمیبینی تو صورتم؟
اگر اینقدر عقده‌ای و وحشی، چرا اون موقع که بچه خود میکرد عقده‌ای و وحشی نبودی؟ اگر اون این لول میکنه و خفه میشی، چرا اینو خفه نمیشی؟ خب من مثلا نمیفهمیدم لول دبل استانداردو. آره این خیلی غیر عادیه به نظرم، که میگم مثلا خود من وقتی بچه بودم خیلی این داستانا پیش می اومده. مثلا من یه اشتباهی کردم، داشتیم با بچه مثلا نمیدونم خالم یا هر کسی بازی میکردیم، طرف نمیومد منو دعوا کنه و من تو اون عالم بچگی هم میفهمی اینو، یه جورایی بهت القا میشه که آره مثلا داره از تو مراقبت میکنه در صورتی که تو اشتباه کردی، ولی باز مثلا بچه خودشو میگه مثلا این کارو نکن، مثلا پسرم این کارو نکن، دخترم این کارو نکن فلان اینا. ولی اینی که تو میگی آره این بخشش که غیر عادیه، پشمام خودو. آره بخش دیگه‌ش هم اینه که به نظرم شواف دیگه کلا شواف دیگه کلا شوافشو من میتونم حذف کنم. آره. چون من بین آدمای پولدار بعد همین اینم خیلی رو اعصاب بود، چون مثلا من یه سری پولا دیدم که اصلا نسبت به این انم نی، میفهمی چی میگم؟ مثلا کسی مثلا یارو ماهی داره میلیونی در میاره، بعد این مثلا ته سال خوشو بکشه مثلا 300 400 تا درآمد داره، میدونی سر دو نفر مثلا کلا گذاشته بود، این باز به خودش زحمت سخت بکشه 300 400 تا داره، یه جوری صحبت میکنه انگار داره مثلا ماهی 5 میلیون در میاره. بعد دارم من حرف میزنم که آقا تو 5 میلیون در بیاری یا 10,000 در بیاری، در هر صورت نباید عقده‌ای بازی در بیاری. عقده‌ای بازی دیگه تا 10,000 دلاره، تو بعد 10,000 دلاری بفهمی که اوکی دیگه من پولدار شدم دیگه، دستم دهنم میرسه دیگه، عقده‌ای بازی بزنم کنار. کلا عقده‌ای بازی مثلا 50 تا به من عکسشون داد از غروب خونش، 50 تا. کی این کارو میکنه؟ غروب خونش خیلی عجیب. بعد این بچه 5 ساله فیلم هم هست، عکس نیست، باید نگاه کنی. اگه مثلا یه دقیقه میرن نگاه کنه، خب بعد برمیگرد از اول. چرا؟ چون اول به در گرفته، در سیاهه، بعد در رو باز میکنه، یهو تو این غروب خورشید رو میبینی، ببین یهو از سیاهی رفتن به این. مثلا رو عکس 5 دیگه تو شاکی، مثلا عکس 22 میرسه میخوای تلفن رو بکوبی زمین، میگی خب یعنی چی؟ الان چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا یه کارایی میکنه پشمات میریزه. آره دیگه میگم اون بحث دیگه، بحث بعدیش میشه بحث شواف. و اینکه گفتی شواف میرم واسه میگم، گفت زنم یه ماشین داره تو کانادا، فقط ازش یه دونه هست. خب چی داره؟ اون رنگ با اون تو دوزی با اون آپشنا. مثلا الان من میتونم برم ماشینمو یه دونه چسب صورتی بزنم پشتش، بگم تو این ماشین فقط ازش یه دونه تو کانادا هست با این رنگ و اون اکسسوریایی که روش هست، که اونجا میشه اون چسبه و اون چسبه نه دیگه اکسسوری میشه اون چسبه. بعد اینو دو سه بار که مثلا رفتم پیشه، یه چیزی هم داره، ببخشید من تو قضیه کردم شوافو یاد بشه، علاقه داره من ازش ویدیو بگیرم، چون دیگه میفهمی وقتی که اینستاگرام گنده شده خورده، میفهمی یه آدمو دوست دارن تو ویدیوت باشن که دیده بشن. خب منم همیشه حال میدم اوکی ام. یه سری هستن دوست دارن ولی نمیخوام به تو بگن. خب بعد اینا خیلی رو اعصاب میرن. همه بچه‌ها هم که اینستاگرام از اینا بعدشون میاد، چون کسی از آنسی بعدش نمیاد. نه که آقا من آرزومه توی ویدیو دیده بشم با یه آدم معروف، مثلا ویدیوم بیشتر از 100 تا ویو بخوره، هر آدم معروفی باشه میگه بیا من که واسم کاستی نره، بیا لست دو. این مثلا میاد داره چیزی درست میکنه، بعد بهم میگه که اینو یه ویدیو بگی بذار رو اینستاگرام تا کمک میکنه اینستاگرام تو. این مثلا من از اینش دیگه خیلی بدم اومد، یعنی گفتم این یارو اصلا فقط دنیا داره طرف خودش میبینه و فکر میکنه همه احمقن، هیچ چی رو نمیتونن دیکد کنن، هیچ چی رو نمیفهمن، چون این گفت بذار واسط خوبه، راستیه یا خوبه، مرسی داری کمک میکنی. خیلی عجیبه. میدونی مثلا منم قصدش یه دونه استوری نداشتم، تو هم مثلا چیز البته میگم من هرت شده بودم، من رفتم همون شب اول این داستان احمقانه‌شو گفتش که یکی اومده بود اگه میاد خونه تو شلوارش پایین بود و اینا، من گفتم که این چی فکر میکنه. بعد فردا که بچه‌م هی ازت هیچ چی نمیگفت، این حرفام تو مغزم هی پلی میشد. بعد شبش که دیگه دخترم برای فلانه یه مرد دیده، خار اون مرد رو سرویس که نشد، خار این بچه سرویس که خار خانواده آشغال رو سرویس که نمیتونن بچه‌شون رو کنترل کنن، بچه تو کنترل کنی، تلفن رو بگیر ازش حداقل. همون موقع هم داد بهش، یعنی ببین اینجوری داد تلفن ازش گرفته، گفتم نگاه کن اینجوری رفته، اوکی بیا پاکم نکرد اپو بهش بده. یعنی انقدر مادر احمق که بگه خب حالا که من که حافظه پاک کنم نباشی روین، بذار زحمتش بدم بره یه بار دیگه دانلود کنه. یه چیز عجیب ترش اینه که وقتی یه اتفاقی میفته، حالا مثلا مادر پدره به فرض که نمیدونستن دیگه، وقتی میفهمی اوکی دیگه میری پاکش میکنی. مثلا یاد نمیاد، میگم دادا اگه بیای ببینی که داره ترتیب شوهرتو میده فکر میکنی اتفاقیه، تو این لول همه چی اتفاقیه، بازم نگرفت.
بازم داد بهشون همه چی اوکی و اصلا انگار نه انگار دیگه لاغر الان استاپ کن دیگه داداش. حالا نمیدونستی اصلا به فرض که تو تا حالا، من که میگم به قول خودت میدونستن اصلا یه جوریه قضیه، ولی کاری نداریم. حالا اصلا نمیدونستیم، خب برو چیز کن دیگه. حالا الان که حالا من ثانیه‌ای که فهمیدم بچه 8 سال بچه 6 سالم میتونه کونشو نشون بده روی اینترنت واسه یه مرد، من از اون ثانیه عوض شدم. من شنبه ساعت 11 شب دنیای من برگشت. من فهمیدم که دیگه نمیتونم دخترمو بزنم به توی اتاق. اگه بچه‌ها میخوان تو اتاق بازی کنن، تمام تکنولوژی رو بدین به من، تو اتاق میتونین در ببندین بازی کنین. تکنولوژی میخواین در بعد باز باشه، دوربین من روشن میذارم دیگه، نگاه میکنم هر 5 دقیقه میرم چه اپی داره استفاده میکنه. دو یعنی چی؟ منی که پسرم تو سن 9 سالگی اولین چیز سکسی مو دیدم، دخترم تو 6 سالگی لایو دیده. یعنی با یارو صحبتم کرده، گفته میشه به چه بعد بچه نمیفهمه، میگه چوب داشتین داشت چوب. کسی که پدر داره مادره میفهمه من چی احساسی کردم. و این میشنوه این داستانا بدون که بلند شه میگه آقا ما که دهاتی هستیم، بذار یک ثانیه خود گوهمون رو بذاریم جای این یارو که بچه‌ش الان ریپ کردیم، بریم از دلش در تو سر دخترمون بذاریم که به یارو ببینیم مثلا ما یه نشون دادیم. نه اوکی، دوباره تلفن میدن دست دختره. من یه هر 3 دقیقه رفتم تو اتاق، هر 3 دقیقه حواسم بود. و آخرام موکر بودم تو اتاق خودم نشستم، چون شب قبل با هم خوابیدن. خودم نمیخواد به تو خودم بخواب. صبحم بلند شدیم نشستم تو ماشین اومدم. یعنی فرار کردم واقعا. میگم درو باز نمی‌کرد. اگه درو باز کرد 2 ساعت و نیم زودتر فرار می‌کردم. یعنی بعد میگم چیزی که نکنه من احمقم فکر میکنم همه آدما احمقن. دیدی بعد گفتم بذار یکی باشه، چون بچه‌ها کامنت میذارن نه احمق نیستی، دمتون گرم. گفتم بذار یکی لایو باشه تو چشم نگاه کنه و بگه احمق نیستی. احمق نیستی. نه میگم اون بحث دومش، حالا بحث شواف و اینا هم خیلی عجیبه که یعنی حالا آدم نمیدونم مهمون وقتی دعوت میکنه دوست داره بهش حال بده دیگه، میدونی. مثلا ما باشیم خودمون سعی میکنیم اون چیزی که حالا طرف دوست داره، مثلا واسش غذایی که دوست داره واسش درست کنیم. یعنی من خودم اینجوری یاد گرفتم دیگه. من خودم مثلا ایران بودم مهمونی میرفتیم هر جایی، نمیدونم خاله، عمه، دایی، عمو، میخوام بهت حال بدن، کسی نمیخواد حالتو بگیره. بعد حالا اصلا چیزی هم میخوای تست کنی و اینا، حالا یه بار تست کرد دیگه، فرداش دوباره همه چی حالت عادی برمیگرده دیگه. این چیزی که تو تعریف کنی آره با هم سوار شدیم بریم یه جایی عادیه برای ذهن من. دفعه پیش با هم سوار ماشین شدیم بریم یه جایی، اونا سوار ماشین خود داشتیم برمیگشتیم، هم که میگم گازو گرفت رفت، ولی یه جا بعد وای میسیم یه لوکیشن داشتیم وایسی. به اون لوکیشن که رسیدیم دخترش خب بچه‌س احمق دیگه، تو هم ماشین پیاده شد به منم میگه عمو، چقدر من بدم میاد من میگه عمو. اون گفت عمو میدونستی ماشین ما 4 برابر ماشین شما گرونتره؟ من به بابام گفتم که من این ماشینا دوست دارم، بهم گفتش که اگه ماشینشو بفروشه میتونه 4 تا هم ماشین تو بخره. گفتم چه باحال، بابا بی ام دبلیو 800,000 خریده. مطمئن که تو پاچش. ایو بابا خوشمزه زایش گفت نه یه چیزی گفتم بچه‌ها. این مثلا وقتی برای چه میگه بابا من دارم تسلا میخواد، نمیگه که عزیزم امیدوارم تو بهتر تسلا داشته باشی 10 برابر. هر کسی که نمیدونم زحمت بکشه میگه سهیل زحمت کشیده خریده، منم ماشین که دارم خیلی ماشین خوبیه، دفعه دیگه که خواستم ماشین بگیرم شاید عوضش کنم من تسلا بگیرم. نظر تو چیه؟ اون ماشین من میگم 4 تا از اون بخرم، ما خیلی از اونا بهتری، میدونی اصلا کلا منتالشون تو خونه اینه. حالا مامان من بنده خدا که الان اومد این هی به من میگفت با اینا نرو، اینا خیلی در و دهاتی ان. یعنی یه بار دیده بود ازشون، گفت اینا با دیگه اصلا این لول ماماکو تکست داده از رو کیفا گوتیو رو ماماکو بده خوش بیام تو ویدیو. ماماکو من این ویدیو راجع به شما بود، من به تو یه دونه معذرت خواهی باید بگم. I owe you an apology. به خاطر اینکه این ویکند جایی که بردمت خیلی بهت بد گذشت. بله یا نه؟ بله. میشه بگی چقدر اون دختر با شما بد بود؟ تعریف کن. بگو. I don't know how to say it like in a bad way. اوکی بذار اینجوری بگیم. When was she nice? کی باهات خوب بود؟ چه چیز خوبی بهت گفت؟ That's enough. But one time she made up a game and it was not a game. I know, she lied all the time. Look. She made up a game where this was at night. Oh. She made up a game where we have to say one of a bad word and then we have to take turns of saying a bad word. می‌بینی دیگه قشنگ دیوانه است این دختر دیگه. می‌بینی شب بازیش میره که یه حرف بد نفری یه حرف بد بزنن.
یعنی اصلا میگم آشغال تو لول بی‌نهایت. ماماکو مرسی که اومدی به من گفتی، مرسی که آنست بودی و مرسی که به بابات اعتماد کردی، you trusted me که کمکت کنم. اوکی عزیزم گو. میبینی این بچه به معصومی گرفته، من احمقم میگم آره بره بخواب، اینو بغلم میخوان چیکار میتونم بکنم. حالا همه زرار زدم که بریم واسه باباها باشه. آقا بچه‌تون رو پیش هیچ کی نفرستین، یعنی اسلیپ اوور. به خدا من همیشه گفتم این مادر پدر که این کارو میکنن دیوانن فلان بسان دیگه. اونایی که بی‌ناموس نشدن شانس آوردن، ولی بعدیش اینه که وقتی بی‌ناموس شی دیگه نمیشه بی‌ناموس نشی. یعنی مثلا این میتونه تو اتاق بیاد بیرون بگه که ببخشید این تو فلانم گیر کرده، یارو دختر ماماکو رو خامونده اینو کرده توش، حالا بیا با بچه 6 ساله رو ببرین تو فلانش در بیارن، چه اتفاقی واسه فلانش میفته، بیا اصلا اون چه ترومایی میشه آخر اون کسی بیش دست بزنه بعدش میاد. اصلا میدونی یه اتفاق به این کوچیکی میتونه زندگیشو بالا پایین کنه. و من میرفتم که فقط ببینم مثلا ماماکو ببینه یه آدم بدم وجود داره و از این حرفا، چون همه دوش خوبم می‌خواستم، ولی نکنین این کارو، به نظر من اشتباهه. مامان یه دقیقه بیا یه حرفی بزن برو این تو، فقط تو دوربین نیا، این تو این فقط تو میکروفون حرف بزن اینجا. یه نصیحت بکن، چون تو سعی کردی به من بگی نرم، من گوش ندادم. یه نصیحتی به من بکن، یه آدمی که مثل من بچه‌شو بی‌ناموس نکنه، نزدیک دخترم از دست بدین میشه. من خیلی بهت گفتم مامان جان نکن این کارو، مامان نکن، نبر مامان، نبر این بچه رو. خیلی بهت گفتم من نگم دارم. چرا فکر کردی این آدمای بدی ان؟ تو که اصلا فقط 2 دقیقه دیدم. چون تو تولد ماماکو دیده بودمش، دیدم اصلا مناسب ماماکو نیستش، اصلا تربیتش با ماماکو فرق داره، اصلا نمیدونم اصلا. بعد میدونی به من گفت تو پدر بدی هستی؟ کی به تو گفت؟ همون بابای اون دختر آشغال. خب وقتی بهت میگم نکن با یه عده معاشرت، همینه مادر. چه صحنه‌ای رو دیده که فکر کرده من بدم و چه صحنه‌ای رو دیده که فکر کرده خودش خوبه؟ برای اینکه دخترش که برده اونجا تو نرفتی بهش سر بزنی، باید هی دقیقه بار میرفتی سر میزدی، 2 تا میزدی رو دست دختره. خیلی نه دیگه شاخ نشو، این حرف مامانم گوش نده، 2 میزدی دست دختره، چون اگه می‌خواستی بزنی دوست داشتم یه جوری بزنم که پا نشه. نمیتونی بزنی، حالا که نمیتونه باشه بعد یه دست زدن نداره. نه اصلا زدن نه، این اصلا انقدر عصبانی ام اینو دارم میگم. دنیا امروزی میگن لطفاً دست نمیزنیم. بله وگرنه حالا 1000 تا مسئله پیش میاد، میدونی که اینجا همون دیگه اگه به مسئله مطمئن باش. آقا خیلی خب، من دیگه خواستم فقط میگم اصلا میدونی باورم نمیشد، یعنی یه جوری توی دیسبلیف بودم که نمیتونستم باور کنم. آره خیلی عجیب. شخصیت تو این لوله و این شخصیت با این بچه با اون دستپخت به ما میگه شما پدر خوبی نیستی. پدر خوبی نیستی. میگم قبل اینکه اصلا اول اینکه ویدیو رو شروع کنیم گفتم بذار مثبت فکر کنم، مثلا بیام خودم بزنم مثلا چیز جای اینکه اصلا می‌خواستی دعوا کنیم با من. آره می‌خواستم مثلا زوم اوت، من بیرون گوش کنیم ببینیم سوال چی میگه، مثبت فکر کنیم، مثلا از اونا دفاع کنیم، اگر که اونا خوبن تو اشتباه می‌کنی از تو دفاع کن. بعد خب حرفی ندارم واقعا دیگه نمیتونم مثبت فکر کنم دیگه. میگم ریده بودم تو خودم. حالا خود ماماکو اومده یه چیزی اصلا تعریف میکنه عجیب غریب، چی بگم؟ یه چیزی دیگه مثلا ببین منفیه دیگه چیزی که میگم هر 5 دقیقه کارو می‌کرد، یعنی اگه بخوام مثلا بگم میتونم دقیقاً واسه 48 ساعت 5 دقیقه داستان تعریف کنم. آره مثلا یکی دیگه بهش گفت ببین دکتر بازی کنیم، خودکار کرده تو پای ماماکو با پشت محکم زده، گفته بعد میگفت آمپوله. ماماکو اومده بیرون کوچیک داره گریه میکنه، درش گرفته، اون داره میخنده. اصلا دختر میگم مریض سایکو. بعد بگو یه بار بهم میگن نکن، من نمیگم بلند شو دخترتو بزن با کمربند که آدم شه، بگو آقا نکن دختر من، تو نمیفهمی کار جانیه، کار روانیه که توی بچه دیگرش بخوای اینو بکنی، میفهمم نمیفهمی بچه‌ای ولی این کار روانیه، یه بار که دیگه نکن این کارو بکنی، از من این بچه من روانی بس من ناراحت میشم. آره این حرف غیر عادی نیست، من انتظار دارم. نمیدونم اگه تازه ما فکر کنیم تمام اتفاقاتی که این دفعه افتاد همه دفعه اولش بود که معلومه دفعه اول نیست. آره دیگه تابلو یه تایم بلند شد دیگه، بعد بلند که نمیشه هیچی، زر که خفه نمیشه هیچی، تازه میگی بچه من خوب نبود، میگی وای ماماکم خیلی چیز میکنه، ماماکم خیلی شیطونه ها دیگه. وقتی خودتو دیس میکنه بچه‌ت هم دیس میکنه دیگه. میگم ولی خب اون آدم خودش هم باید دیس کنه دیگه، بگه آقا ما ریدیم با بچه هامون، یعنی من اینو باز میگم باز ناراحت میشدم ولی میگم خب که حداقل یارو گاوه، ولی اینی که میگه من بچه‌م خوبه تو بچه‌ت گفتم دیگه تو خیلی اولاغی، خیلی دیگه اوضاع بچه واقعا داگاون. نه ولی میگم
خودتونم زجر داده یه جورایی. آخه این آره دیگه کلا مهمونی که داری میگی، غذاهایی که گذاشتید براتون و حالا چیزایی که تعریف میکنی یارو برات انجام داده و اینا، اونا هم یه خورده حالا یه جوریه دیگه. حالا خلاصه نمیدونی دیده شریختی بود ویوش اینجور که من بهتون یه اتاق خالی دادم دیگه چون همو ببوسین. ما 4 نفریم دیگه. آره. یه اتاق داریم. موموکو که داره واسه بازی میکنه، النا رفته خوابیده، من نشستم پایین، پاشام پایینه. بعد پاشا بلند میشه میره بخوابه، میگه بابا من میخوام بخوابم. میگم برو تو تخت بخواب، من که شب خواستم بیام بخوابمت میارمت پایین رو مبل بخوابی. بعد خانوش میگه چرا رو مبل بخوابه؟ بعد اینجوریم چون جا نیست. بعد حالا همین خونه طبقه پایینش 2 تا اتاق خواب دارن که 2 تا تخت داره، علاوه یه تختی که میتونن این منور بکنن. بعد این نمیگه که برو پایین بخواب. چرا؟ چون بعد منو فره بشوره، نمیخواد منو فره بشوره. بازم یعنی این لول چه میفهمی چی بهت میگم؟ اینجا دیگه انتظار داشتم بگی که حس مثبت تو رو خدا یه پالس مثبت بده. جونم چقدر کیوت شدی موموکو. من مثلا من که ازت نپرسیدم چیکار کنم. تو نشستی اونجا، من دارم به پسرم میگم دادا این داستان شبانه بیدار کنم سورپرایز نشی. الان که بیدار دارم بهت میگم. اون یه سورپرایز میگه چرا؟ میگم به خونه خودت داری که میفهمی اونجا تخت چی، فکر اونجا 2 تا تخت دادیم ما، چه داستانه؟ اینکه جا نیست دیگه. چی میخوای ما 4 نفر روی تخت بخوابیم؟ یه موموکو رو میارم دیگه، فکر نمی‌کنم پیش 2 خسایکوی تو بخوابه که. پس موموکو رو میارم میگه جا نداریم 4 نفر روی تخت بخوابیم. چی میگی؟ بعد میگه که آره هیچی هم نداره بگه دیگه، فقط همون که من دلم سوخت، من کانسرنم. بعد دارم میگم 2 تا اتاق خالی هست پایین که تخت 2 نفره توش هست، اجاره میده، ایر بی ام بی لیسته. یعنی تو امشب بوک کنی میتونی بری. اینجوریه که مثلا هم بگی آقا نمیخواد اون پایین کسی بره چیزی چه قایم کنه، نه جایی که اجاره میده. ولی چون اجاره نرفته بود درش باز بود. بعد یه دونه تختم گذاشتن یه نفره بیرون، به علاوه یه تختی که میتونی تکون بدی، یعنی 6 نفر میتونن اونجا بخوابن. بعد نمیگه آقا به پاشا بگیم بره رو اون تخت یه نفره که بیرونه بخوابه، ولی به شرطی که معرفش هم بشینید، من حوصله ندارم عوض کنم. اینم نمیگه. بعد روز آخر که داریم میایم پایین، ما وسایل رو آوردیم پایین که بشوریم، پتومون هم آوردیم. بعد میگه اونو نمیخواد بشوری، همون بنداز روش ولش کن. یعنی مال ما هم ریخته بوده. آره دیگه حتما. میفهمی؟ اینم لول مثلا چیزشه. بعد این آدم فکر میکنه گنگش بالاست. نسبت به من. آقا مثلا زندگی که من کردم، تجربه‌ای که من دارم، آدمایی که من دیدم تو فیلمام نمیبینی. 4 تا در پتی داره. اینو میبینی، این زنه صاحب پیتزا فروش مثلا چی یه روز همه جا هست، پیتزا سلایس، ما فرش سلایس. این صاحب فرش سلایسه. اوکی $50 پول داشت رفته شعبه گرفته. مثلا اون براشون کاراکتری که پاس کنه به من توضیح بده اینو. و مثلا من کسی رو میشناسم که فولاد ایران دستشه، آهن ایران دست زد، من اینو میشناسم. الان زنگ بزنم گوشیمو جواب میده همین الان. ساعت چند الان تو ایران؟ ساعت الان 12 شب ایرانه. 3 صبح به زنگ بزنم تو ایران، تو آلمان باشه گوشی برمی‌داره 3 صبح. چطوری سوال خوبی عشق؟ و رابطه‌مون اینجوریه با هم. من آدمای اینجوری میشناسم. صاحب سامسونگ من با بچه‌ش اشغال کردیم. کاله، مزمز، مهرام، بهروز، چند برند برات اسمم که من با خانواده اینا گشتیم، دیدمشون، با بچه‌هاشون بازی کردم. بایستشون خیلی دوستم، بایستشون 2-3 بار دیدم. ولی کدومشون تو یه بارم دیدی؟ یه بار من واسه تو این چوسی اومده بودم؟ نه خب دلیلی نداره، نمیفهمم برای چی. اگه این بود هر 5 دقیقه به تو ویدیو نشون میدم. صدا گوش بده. سلام آقای محمدی، خوب هستین؟ من فردا خدمتتون میرسم. این صاحب کالاسا. حال کن. چیزی در میزدم. آره. می‌بینی بعد چوسی‌های الکی هم میاد. یعنی اصلا چیزی ندارن که بخوان چوسی بیان. و هی هم چوسی میاد. بعد ولم نمیکنه. بعد میگم آقا حداقل چوسی داشته باش که بیای. حالا من با بخش شوافش چوسی اومدنش اینا کار ندارم خیلی. منم با اون کار ندارم. منم با اونش اصلا اونو اصلا میشه نادیده گرفت. من نادیده گرفته بودم چون هر روز اول ریختی بود دیگه. من گفتم خب که یارو به قول معروف یه خونه گرفته که همچین ویوی داره، دمش گرم. آره دمش گرم. ماشینشو گرفته که مثلا گفته خب مثلا ماشینم خوبه، مثلا BMW 7 سریزه. این ماشین قویه. آره. اینجوری مثلا ما تکنیکی نصف ماشین با رویز روز یکیه. آخه اینجور چیزا رو شاید مثلا آردی همینجوری هم بین نمیدونم آشناها و دوستا اینا اصلا کلا هست دیگه. نه نباید باشه، هر کی دوست داره همش آدم. ولی دارم میگم آره نه، ولی دیگه از سطح انقدرش هست تا حالا. آره انقدر هست تا نمیتونی روی این حساب باز کنی. میگی یا که دیگه سری آدم اصلا ایگنور میکنی. میگی آره اینو میشه ایگنور کرد، میره تو کار اینا. ولی وقتی دیگه بچه‌شو دیدم اونجوری میکنه و به بچه من گیر میده، اونم باز اوکی بودم چون دفعه اولش کردم 10 بار این کارو کرده. اونم تو مغزم بودم چقدر اینا گاو میخندم. واقعا اونم چقدر اینا گاون که نمیدونم مثلا بچه خوشون اینطوریه. بعد که دفعه دیگه بچه منو در خطر گذاشته، یعنی بچه منو لختش رفت. الان امکان داره یه نفری نمیدونم کجا عکس لخت دختر منو داره. ببین چقدر این موضوع ناراحت کننده، چقدر ساده این موضوع. خیلی بده. این
خانواده گاربیج، این خانواده گوه اینو واسه من فراهم کردن و منم با احمقیت و بیشوری خودم که رفتم به اینا اعتماد کردم اینو به سر خودم آوردم و وقتی این اتفاق افتاد دیگه گفتم من نمیتونم. آره. صبح داشتم برای محمد تعریف میکردم اینو، یعنی نمیخواستم ویدیو بگیرم، داشتم تعریف میکردم آقا اینجوری شده اینطوری شده اینا. بعد یهو به خودم اومدم گفتم بذار اینو بگم، اینو مردم بشنون، چون یه نفر هستش که واقعا اونور از شاید واقعا نمیفهمه، چون من نمیدونم مثلا تیشرت نوشته بود که خدا رو شکر من به خدا باور ندارم. بعد دخترش من گفت این یعنی چی؟ گفتم این. گفت بابا خدا باور نداری؟ گفتم اوه تو قشنگ پرفکت میک سنس میکنی، یعنی اینکه خدا رو باور داری انقدر قشنگ، یعنی خدا خودتی. برو آفرین فهمیدم. یعنی خیلی جالبه، تو همه این احمقیتش خدا رو باور داره ولی همه چی دیگه حیوانانه. وای یعنی به بچه‌شون یاد ندادن تو سن 8 سالگی فلان تا به مردم نشون نده، ولی به بچه تو عالی مخش رو زدن که ببین یه چیز ایمیجینری هست، خدا اونو باور کن. کسی هم رو تیشرتش نوشته بود برو فضولی کن بهش هم برین بگو این اشتباهست. آره اون فکر کنم دیس کردن از باباشینا کلا یاد گرفته دیگه. روز اول وقتی به تو آره فکر کنم 24 ساعته می‌بینم بهش، یعنی بهش میگن تو خنگی دارم تو اعصاب خورد کنی چون همش فقط داره حرف بد میزنه، یعنی اگه یه بار حرف خوب میزنه و من فکر کنم کمال محبت داره، گفتم بشه محبتی بکنم محبت هم قبول نمیکنه. مثلا یه بغلش بکنم، یه حالا بغل که نه چون تاچی خیلی امکانه نفهمید، مثلا یه شکلات مثلا بهش بدم، یه دونه مثلا غذاشو بشقابش مثلا قاشقش آدم بکنم دهنش مثلا لاف سری اگه آپشن داشته باشه که مثلا پتیاره بازی در بیاره سری مغزش اونو لود میکنه، اصلا دلش هم میخواسته اصلا میگه غذا نمیدونم 2 دقیقه دیگه خودم میخورم. وای چه بچه آشغالی بود، یعنی وای مامانم داره از اون پشت داد میزنه که بهت گفتم نرو. آخه ببین اصلا نمیگن تو این وجود داشته باشه. تو 8 سالشه، میدونی من فکر میگم مثلا این چیزا تو حمالیه تو 13 شروع میشه. 13 باید مثلا جمعش کنیم، حواسمون باشه بچه‌مون با کی میره با کی میاد قرار بذار حال کنه. نه بابا اصلا نمیشه اینا رو ول که یه دقیقه اونلی فنز داره مثلا پیدا کرده یه روسی براش مثلا آیدی فیک درست کرده قیافه موموکو آیدی 18 سال از ژاپن هم هست اسم موموکو. خاک به سرم واقعا. موموکو I love you so much I'm so sorry. موموکو واقعا ببخشید که پیشم چه آدم آشغالی بردمت. آی جون خواهش میکنم هیچ وقت دیگه نمیبرمت. موموکو دوست داری یه بار یه دختره رو ببینی؟ واقعا دوست نداری یا به خاطر اینکه من میدونی دوستش ندارم میگی دوست نداری؟ به خاطر من میگی؟ نه بابا دوست نداری. نه واقعیتش همینه، چون که نمیفهمه چی سوشه، ولی همین که داره به من انقدر احترام میذاره که حرف منو گوش میده چون میدونه من خوبشو میخوام، همین خوبه. میگه من نمیفهمم چرا، من حال میکنم با یارو، ولی تو میگی دیوونه است دیگه. دمتون گرم بچه‌ها. Yes. موقع بیا اینجا. Big shark. نه بگوشو نگو دیگه، فقط بگو Sharks. اینجا قطع کن. سوال اقتصادی دو 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 سوال اقتصادی سوال اقتصادی